شما 3 چیز رو باید بذاری کنار وگرنه امکان نداره ترقی کنی. اول نسخه قبلی خودته. باید فراموش کنی که تو بچگی بی‌عرضه بودی، کار نمیتونستی بکنی، هیچکی فکر نمیکرد تو به یه جایی برسی فلان. این افکار مثل لنگر تو مخته، نمیذاره تو حرکت کنی. اینا رو باید بریزی بیرون، بگی من میتونم، مگه من چیم از بقیه کمتره. 2. رها کردن والدینه. درسته پدر و مادر خیلی عزیزن، خیلی برای ما زحمت کشیدن، اما افکارشون قدیمیه. با تکنولوژی جدید اینا مچ نیستن. الان یکیش خود من، این موبایل خوب بلد نیستم، هرچی بچه هم بهم یاد میدن بازم یادم میره. 3. هر آدم بدی که تو زندگیت بوده باید اینو فراموش کنی. باید مغز تو، ذهن تو آزاد کنی. اینا فضای ذهن تو رو گرفتن، نمیذارن پیشرفت کنی. تا زمانی که به این آدمای بد فکر میکنی نمیتونی پیشرفت کنی. اینا رو از مغزت بریز بیرون، بذار فضای مغزت باز بشه، جای آدمای بهتر، جای آدمای به درد بخورتر باز بشه که برای پیشرفت تو یه کاری بتونن انجام بدن. اونایی که بهت بدی کردن همش میخوای فکر کنی این اینجوری کرد، این اینجوری کرد، از کار زندگی خودت هم میفتی. این 3 تا کار رو اگه بکنی پیشرفت میکنی.